روزی روزگاری مرد جوان و باهوشی در دره زندگی می‌کرد. اون وقتی جوان‌تر بود در دره خوشبخت بود. ولی وقتی بزرگتر شد چیزهایی را در دره دید که به نظرش با گذشت نادرست زمان می‌آمد. نارضایتی اون بیشتر شد. هرچند دلیلش رو نمیدونست. تلاش میکرد کارهای مختلفی انجام بده ولی هیچ کدوم اونو خوشحال نمیکرد. اون گاهی در چمنزار دره می‌ایستاد و به قله‌های باشکوه کوه‌هایی که از دل دره سر برآورده بودن مینگریست. ولی همه اطرافیانش درباره سختی راه حرف می‌زدن و اونو از رفتن به جایی که خودشون نرفته بودن منع می‌کردن. خود او هم تردید می‌کرد و ترس وجودش رو فرا گرفته بود. ولی بعد مدتی ترس را از خود دور کرد و هرچه سریعتر دره رو ترک کرد و به سمت صعود از قله حرکت کرد. با سختی‌های زیادی برخورد کرد و تصمیم گرفت از صخره باریک عبور کنه و زمین خورد. تمام بدنش کبود شده بود ولی بلند شد و به راهش ادامه داد. ولی به بالای ابرها رسید، روز را بسیار زیبا یافت و در ذهنش غروب خورشید